خور معرفی کنیم برادر. من زیرامان. خب شما نظر شما راجع به انتخابات چیه؟ نظر ما اینه که خدا انتخابات یک رئیس جمهور عادل شایسته آدم بشینه مملکت داری میشه 4 تا کارخونه به کار گفته مردم از می فخر و بدبختی و اینا امنیت و صلح مهم دیگه. شما دور گذشته به انتخابات شرکت کردید؟ بله انگشت هم شرکت میکنم. توصیه شما به افرادی که نمیخوان شرکت کنن به انتخابات شرکت کنم و وظیفه وجدانی مونه خاک مونه ما که رای ندیم کی رای میده خارجی ها رای نمیدم دیگه خود ما مگر وطن خور بسازه. خواست شما از رئیس جمهور آینده چیه؟ ما راست ما خواستم از رئیس جمهور آینده همینه که کار مهم و اصول دیگه امنیت. به نظر شما کارکرد کمیسیون انتخابات در دوره گذشته خوب بوده؟ نه والله. چرا؟ ایتا بود که تهدید میشد مردم به یک حساب هر کس به نفع همون کاندید میگو رای بده یکی هم اینو کارتور برادر به 10 بجه خلاص کردم زور رای گیری و مردم خیلی رفت. تشکر.